بدم چجوری یه دونه دستگاه اتوماتیک پرتاب فایروال بسازید. بعد از اینکه بیستون رو اینجوری ساختید میاد اینجا یه بلاک عقب‌تر 2 تا ابزرور اینجوری میذارید و میاد این پشت 2 تا هم ابزرور به این ور میذارید. اینا باید چشمک بزنن تا کار کنن. حالا میاد اینجا یه دونه دیسپنسر روبروی اینا میذارید. این بعد تق تق همشون صدا بدن. این 2 تا آخر رو میکنیم. بعد قبل از اینکه چیز کنیم این 2 تا عقبی‌ها رو دوباره میکنیم و یه دونه استیک پیستون اینجا که به طرف بالا باشه 2 تا استیک پیستون اینجا میذاریم. دوباره این ابزرورا رو میذاریم جوری که اینجوری چشمک بزنن. حالا بعد چیکار کنیم؟ این 2 تا بلاک رو میکنیم و اینا رو ردستون کاری میکنیم و یک لور میذاریم و اینو روشن میکنیم. حالا چیکار باید بکنیم؟ بیایم توی این دیسپنسر هر چقدر که میخواید تو هر کدوم از دیسپنسراتون فایروال بذارید. وقتی که این دکمه رو شما بزنید این دستگاه شروع به حرکت میکنه و فایروال بزنید. مرسی که این ویدیو رو دیدی. اگر دوست داری عضو ترول آرمی بشی حتما چنل رو سابسکرایب کن.